چرا نور خورشید گرمه ولی نور ماه سرده؟ مگه نمیگن ماه نور خورشید رو بازتاب میده؟ چطور نور خورشید میتونه از اون فاصله زمین رو گرم کنه ولی نور ماهی که 2 قدمی زمینه هیچ گرمایی نداره؟ شاید هم ماه از خودش نور داره یا شاید هم از جای دیگه نور میگیره ولی به ما نمیگن. واقعا نگران کننده نیست؟ مگه نمیگن زمین گرد و دور خودش میچرخه؟ پس چرا جهت دیش ماهواره‌ها ثابته؟ اگه زمین گرد بود و میچرخید اون ماهواره باید میرفت پشت زمین و سیگنالمون قطع میشد. یکم بهش فکر کن، چه نتیجه میگیری؟ نگران کننده نیست؟